سلام دوستان، خدا قوت، صبح شنبهتون بخیر. الهی که هر آرزویی در دل دارید طرفت العینی برآورده بشه. هی وقتی بهتون میگم این خارجی ها یکی 300-400 سال از ما جلوترن، باور کنید ما تو کل دینمون شاید 12 تا یا 14 تا مثلا فرشته و جن و این چیزا داشته باشیم، معرفی شده باشه. اینا فقط توی یه رشتهشون به نام ارواح جنیوس 40 تا روح دارن، 40 تا یعنی فرشته یا جن دارن که هر کدومش مأموریت یک کار خاصی رو داره. یکی از اینا آقای کال وارئیل. درود بر آقایی، خدا قوت. کال وارئیله. آقا این برای چیه؟ این برای موقعی که دلت میگیره، اندوه داری، حتی اگه شرایط اطرافت بد باشه، با وسیله آیین خاصی احضارش میکنی، بعد شروع میکنی به شادی، نشاط. ای شاد میشی.